میدونستید کوکاکولا اولش اصلا نوشابه نبود؟ سال 1886 یه داروساز آمریکایی به اسم جان پمبرتون یه شربت گیاهی ساخت برای درمان سردرد و خستگی. ترکیبش چی بود؟ برگای کوکا، دونه‌های کولا. واسه همین اسمش شد کوکاکولا. این شربت خیلی غلیظ بود و مستقیم نمیشد خورد. واسه همین تو داروخونه‌ها با آب قاطی می‌کردن و بعد می‌فروختن و قیمتش فقط 5 سنت بود. یه روز یه اتفاق جالب افتاد. متصدی داروخونه به جای آب معمولی شربت رو با آب گازدار مخلوط کرد و نتیجه شد یه نوشیدنی خنک پر از حباب و خیلی خوشمزه‌تر. همون لحظه کوکاکولا از یه داروی گیاهی تبدیل شد به یه نوشابه‌ای که همه عاشقشن. بعدش یه تاجر باهوش به اسم ایسا کندلر اومد و امتیازش رو خرید و با تبلیغات عجیب این نوشیدنی رو ترکوند تا جایی که توی جنگ جهانی دوم کوکاکولا همراه سربازای آمریکایی بود و همین باعث شد کل دنیا اونو بشناسن. امروز کوکاکولا تو بیش از 200 کشور فروخته میشه. پس دفعه بعدی که یه نوشابه کوکا دیدی یادت باشه داری تاریخو می‌بینی و قرار تاریخو بنوشی.